او کسی است که برایتان شنوایی، بینایی و دل پدید آورد. اما چه اندک و کم ارزش است شکرگزاریتان. او کسی است که شما را در زمین آفرید، با این وجود به سویش جمع خواهید شد. او کسی است که زنده می کند و می میراند. حتی گردش شب و روز به خاطر اوست. چرا تعقل نمی کنی؟ نه، آنها هم همان اباطیلی را می گویند که پیشینیانشان می گفتند آیا هنگامی که مردیم و تبدیل به مشتی خاک و استخوان شدیم دوباره زنده خواهیم شد؟ پیش از این نیز به ما و پدرانمان چنین وعده‌هایی دادند. این حرفها فقط افسانه‌های پیشینیان است. بگو پس این زمین و موجودات روی آن متعلق به کیست؟ از کجا آمده است؟ اگر می‌دانید بگویید.